محترم الجماعت، فطری روزه 8 سومون تعیین کرده شده است برای اینکه آدم‌های میانه حال و آدم‌های دارا و 65 سومون تعیین کرده شده است. یعنی از 8 سومون تا 65 سومون. زکات از 3600 سومونی 900 سومون. این نرخ طلا شورای علما حساب کتاب کرده. این سال زکات 3600 سومونتان باشد نصاب زکات میشه. از همین شما چون کنید 900 سومونتان زکات میدید. از 6900 سومون زکات میدید. یعنی فدیه یک روز به فدیه که آنهایی که بیمار هستند، آنهایی که پیری فقط هستند، بسیار پیری که همین اگر که روزه دارن اگر خودشون داشته نمیتونن، صبح شاید که امنوات گذشتگی انسان ها هستن خودشون داشته نمیتونن. یعنی که البته خودشون میفهم بعضی پیرها هستن که حتی درآمدی باشن بریم که عیاشون کن بخواد. مثال این خیلیش هم هست. یکی مثال همین پیر شده است و حتما روزه ندارد نیست. یکی مثال بعضی پیرها هستن که 100 ساله هستند و یگیتی گویم که 25 ساله هم بخواد. خیلی میبردارد باید کسبه. از برای همین یک روز به فدیه‌ای که ما گویم کسلمندای و مثال پیرهای فرتون میدین 16 سومون، یک ماه به 480 سومون. خب محترم الجماعت، فطری روزه با انشاءالله صندوقچه های گذاشتگی برای که ما بایم خیلی مردم عریضه میبیارن، کم بیزاوت ها تا 100 تا 150 تا عریضه میبیارن. با امید میبیان البته مایم مثال یک چیز دادن ما در کار، یعنی علاوه قدری حال فطری روزه ها تونه همین صندوقی فطری روزه که جدا میکنن مینویسن هم فقط نویستگیش با یعنی که همون بعد فطری روزه ها تونه میپرتایتون.